مرض داری؟ بله. مرض داری؟ بله. عرض سلام ادب و احترام کوچیک همتون آمده تبریزی. مرسی که از کانال خودم منو نگاه میکنین. بازم توی شهر بازی قراره بازی کنیم. من و مرتضی باز توی یه تیمیم، قرار از خیلی خوش میگذره. از دیوار سنگی چی از صخره نوردی هستیم. صخره نوردیه. بریم بالا، هر کی بتونه بیشتر بره بالا برنده است. رسول و مهدی توی یه تیم، من و مرتضی توی یه تیم دیگه. دو تا چاق، منم یکم وزنم بالا. دو تا بدن خوب، دو تا توپر. من نمیدونم چرا تعریف نشده توپر و لاغر و چاق و توپل. خیلی مخلصم. مرسی که ما رو تا این لحظه نگاه کردی. تا آخر ویدیو نگاه کنیم. بازنده قراره اجرای حکم کنه. حربی حدیثی خیلی سخته برای من. میبری یا میبازی؟ ما که نمیبازیم. شما که نمیبازی. شما هر کی میگه 16 شما کلا باختیم 17 18 19 20. شما آمریکا هیچ غلطی ما میبریم. ما رو تا آخر نگاه کنین. مرسی، ممنون از اینکه سابسکرایب میکنن. اون زنگوله هم فشار بدین که هر وقتی میدونی چرا؟ چون ما وزنمون بالای 125. تموم شد. شما اونوری برو، من اینوری. وزن بالایی که داره نتونه بره. رسول واقعا تا حالا تو زندگیش ورزش نکرده. 10 بار به خاطر این آقا من رفتم باشگاه ثبت نام کردم، فردا با شده رفتم دنبال علاقیش و رفتم باشگاه. اصلا این پنجره نمیتونه بره بالا، نمیتونه. دیده که ماشاءالله پرچم داری کردی. آمری رفته بشی رو برگرد. ببخشید یا توانمون بوده. سلام بچه‌ها، دیدین چه خوب رفت بالا.
میگه ورزشکارای خوب آقا مرتضی هم معروف شد یا آقا مرتضی معروف آقا مرتضی پاشو عکس خواهش می‌کنم قربون شما برم خب بریم که داشته باشیم شما هستی بفرمایید آقا بریم که داشته باشیم رسول اگه 5 تا رفت بالا من اصلا بازنده آقا بیا فقط گنده گویی میکنم فقط میخواد نگاه خیلی رو من شرط بنده کرده آقا میخوام به رسول یه مجازاتی بدم که خیلی ازش بدش میاد از اون اتفاقه. بهش میخوام بگم دندوناشو کامپوزیت کنه. یعنی تو الان دندوناشو کامپوزیت نکرده و از این موضوع خیلی بدش میاد، قراره به اجبار بگم باید دندوناتو کامپوزیت کنید. آخر این ویدیو ما رو نگاه کنید. آقا رسول امروز آوردیم اینجا که بریم ان شاءالله بالا جرمگیری کنیم، کامپوزیت کنیم. این ویدیو رو لطفا نگاه کنید، خیلی خوشگل قراره بشه. کامپوزیت میکنید باخته و این کارو میکنید و شما میبینید باید دندوناشو کامپوزیت کنه. باید نگاه کنید. آقا همونطور که میبینید ما اومدیم قدیمی ترین و خفن ترین کلینیک دندون پزشکی به نام آیدنتال. قراره شما دندوناتون رو چیکار کنید؟ جرمگیری نه، کامپوزیت. ببین من خودم اینجا کامپوزیت کردم. واسه این دکتر خفنم. نه دیگه نه جدی دارم. یه دقیقه چی بهت بگم؟ خب کامپوزیتو میزنی، راضی نبودی آقا شما میتونید برش دارید همون لحظه. اگه خوشت نیاد بعدم به دندونمو میتراشه. یه داد نکن، خیلی خفنه کارشون. نه دیگه چون من دیگه اینا دیگه میگم اگه خوشت نیاد درش میاره. میخوام برید با پلاستیک درش بیاره. میگم اگه خوشت نیاد درش میاره. آقا شما این ویدیو رو نگاه کنید، انجام میده. آقا انجام میده. نمیخوام. رسول جون چه حسی داری؟ همونطوری بگو. من نمیدونم دستت بودی؟ یعنی اوکی ها؟ چقدر خوب شدی رسول. تو موبایلم زد تو با موزگه آیدنتا رو بهت نشون بدم. واقعا کارشون بی‌نظیر. چشم ببینم نگاه کن، چشم رنگیه. باورم نمیشه چهارمین بار کامپوزیتم بله انجام شده و رسول واقعا خیلی پیشرفت کرده. خب رسول پنجمین دندون درسته؟ اینشالله. ولی واقعا این تو رسول زیاد جذابیتی نداشت. قد بلند داشت، چش و ابروش بود، ولی میخندید اصلا دخترها قرار میدن واقعا. ولی از اون فقط میخنده.
فقط میخنده الان بهش خوشم بده میخنده به نظر یاد تعریف بکن. آره به قرآن خیلی و امیدوارم زودتر تمام بشه و ببینیم به نظرم خیلی خفن شدیم و این مجازات نبود واقعا واسه تشویقی رد کردم که تو زندگی شاید نمیتونستیم رو ببینیم ناراضی بود ولی به نظرم ببینه عشق بود آقای دکتر دیگه سکان تمام دیگه داریم تمامه داریم تراش نهایی رو میدیم. بله بله آقای دکتر تمامه تراش نهایی رو داریم میدیم. دیگه چند دقیقه کار تمام کنیم. خیلی خفن شد حالا شما زمانی میفهمید که رسول بلند شه بشینه و تغییر و احساس کنه اون موقع است که دستمو میارم جلو میبوسی رسول به خاطر این کار خفنی که بهت پیشنهاد دادم بکنی این کیلومتر واقعا حرف نداره مشکله ایجاد سفید شده یا پیر شده خیلی خفنه واقعا کارش رو بی‌نظیره و آدم باید به زیبایی باید اهمیت بده آقای دکتر زمین خیلی به چهره تاثیر داره. خیلی اولین چیزی که دیدیم که توی لبخند واقعا خیلی تاثیر داره واقعا آدم جذاب میشه یکی لبخند خوب را با ما تجربه کنید میشه یه لبخند مثلا ما تمام بزنش لبخند بیا ببینم چطوری شده. به نظر من حالا نظر خودم نمیگم اول ببین چطوره؟ خیلی خوب شد. راضی خفن شده آره. خیلی خفن. مبارکت باشه انشالله همیشه لبخند میزنم فکر پایینت هم میتونی دیگه آره. بذاریم الان. خفن شد؟ آره. پس چرا نمیذاشتی بزن؟ دیگه نمیتونستم. خیلی فکر کردم خیلی چیز میشه. خیلی چهرت عوض شد. خنده چرا بهتر شده از این بعد اگه بهت فوشم دادم چی؟ میخندی من شیشم بازم نور زد به شیشم داره بسته میشه مبارکت باشه مبارکت باشه. مبارکت باشه یه باری بخند تازه رنگ آی پی اسه. آسانسورم داره میخنده نگاه میکنه چه خبر چیزه؟ بگو یه ذره میاد پایین رنگش دیگه یا نه؟ یه ذره طبیعی‌تر میشه ولی هی که از قشنگ‌ترین حالتش کردن. ما میتونی از دکتر صحبت کنیم راضی بودی؟ خدا رو شکر خدا رو شکر. آقا خیلی مخلصیم همونطور که میبینید مجازات نبود واقعا لطف و محبت ما بود که خوب بودن بیش از اندازه ما رو نشون میده بعد که بالای رسول رو زدیم کامپوزیت کردیم که از کامپوزیت بعدش میاد فوبیام داشت یه کوچولو بدن درست میگم دیگه اصلا کلا از دندون پزشکی فراریه و بعدش میاد از کامپوزیت و این میگه مثلا اگه کامپوزیت کنه بد دیده میشه چرا این پراید شما من یه لبخند بزنید بعضی تبلیغاتی نیست همون توی کلینیک آیدنتال زدیم امروز هم رسول زد اشاره سری بعدی به بازی دماغ تمام با همدیت ستایی دیگه به بازی. آقا مهدی که عمل مادرزادیه نه چجوریه؟ چطوریه؟ رسول چیکاست ولی داشت عملی نیست رسول دهنش شبیه آینه چیزه شیشه‌های پراید شده واقعا جلو برقیه پایین دستیه نه پایینم میزنم سه چهار روز بعد میزنیم این ویدیوهای بعدی بهتون نشون مبارکت میدیم باشه. میشه بیاین تو دهن ایشون با دهن ایشون خداحافظی کنیم مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین با لبخند رسول خداحافظی میکنیم واقعا دندون آیدنتال توی خیابون سهروردی اقلیمی شمالی اگه اشتباه نکنم توی خیابون سهروردی کلینیک زیبایی آیدنتال و ازشون تشکر کنیم که ما رو تو این راه همراهی کردن چه لبخند قشنگی و بازم میگم ما ایشون رو مجازات نکردیم دیگه همه اینو میدونن آره والله حال دادیم حال دادیم تا دیروز نمیخنده الان همیشه رسول خوش خنده‌ام بشنی می‌کنه. میخنده همیشه با دهنت بخند الله. چی گفت؟ همیشه با دهنت بخند با دهن کار دیگه هم میکنم نه